در ارتفاعی بیش از 21 کیلومتری سطح زمین. جایی که آسمان تقریباً به تاریکی فضا نزدیک می شود. هواپیمایی پرواز می کند که دهه‌ها یکی از اسرارآمیزترین پرنده‌های جهان بوده است. این هواپیما یو-2 دراگون لیدی است. یک هواپیمای شناسایی افسانه‌ای که نخستین بار در دهه 1950 توسط شرکت لاکهید برای پرواز در ارتفاع بسیار بالا ساخته شد. بالهای فوق‌العاده بلند و بدنه باریک یو-2 به آن اجازه می‌دهد ساعتها در ارتفاعی پرواز کند که بسیاری از هواپیماهای دیگر قادر به رسیدن به آن نیستند. اما مأموریت این هواپیمای مرموز چیست؟ جمع‌آوری اطلاعات، تصویربرداری و شناسایی مناطق دوردست با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌ای که درون بدنه آن قرار گرفته‌اند. اما پرواز با یو-2 اصلاً ساده نیست. در ارتفاع بالا، خلبان تنها فاصله بسیار کمی بین سرعت مناسب پرواز و سرعت واماندگی دارد. به همین دلیل، هدایت این پرنده به مهارت، تمرکز و دقتی فوق‌العاده نیاز دارد. یو-2 پس از گذشت بیش از 7 دهه، هنوز هم در خدمت است. پرنده‌ای که نامش با تاریخ جاسوسی هوایی و یکی از شگفت‌انگیزترین دستاوردهای مهندسی هوانوردی گره خورده است. یو-2 دراگون لیدی، هواپیمایی که در ارتفاعی نزدیک به مرز فضا پرواز می‌کند و همچنان یکی از افسانه‌های‌ترین هواپیماهای شناسایی جهان به شمار می‌رود.